چیزی از نرگس دیدی که خیلی بهت بر بخوره ولی نگفته باشی؟ فقط آره یا نه؟ آره چی بوده؟ گفتیم نگه که مگه من میشه پریروز چند روز پیش بهش گفتم رفتیم سوار هواپیما شدیم چی دلم گرفت. میخوای بگی؟ نگم نه اصلا از اینجا دیگه به بعد دیگه دست خودش نیست. نگم. اینجاشو گفته. بذار بگم بعدا میریم تو تدوین در میاریم با آقای مدیر. رفتی سوار هواپیما بشی. آره بعد من حالم خوب نبود. همین الانم میبینی یه خورده کسالت دارم سرم خوردم و اینا. بگم دیگه اب نداره. نگم آقای مدیری داره یه جوری منو نگاه نه نه چون با نمکه میگم وگرنه که بعد منم اینجوری آب اینجوری میریخت حالم بد به نفر اینجوری نشستیم تو هواپیما. کاپیتان گفتش که مسافرین عزیز ما 2 ساعت دیگه اینجا روی باند هستیم و نمیپریم 5 ساعت هم فاصله داریم تا تهران از اون مقصد به خاطر هوا 2 ساعت هم ما رو باند میشستیم 5 ساعت هم مدت پرواز. برش گفتم نرگس میگه که دیدم نرگس اینجوریه. گفتم خب پا میشه به هر حال دیگه یه چرت میزنه پا میشه منو تنها نمیذاره تو این شرایط. من حالم بده به هر حال بابا یه 2 کلام حرف میزنه نه. کات هواپیما چرخا رو داشت میزد زمین اینجوری زد زمین گفت چی شده؟ گفتم رسیدیم عزیزم اینا. بعد اومدیم تو ماشین 7 ساعت بعد تنها اینجوری میلرزیدم تو این هواپیما این آب فلان. اومدیم تو ماشین گفتم نرگس واقعا حتی قرصم نمیبردی برای من بالا من حالم بده من فلانم اینا. یه خورده به من توجه داشته باش وقتی من مریضم آدم افسرده میشم. نه گفت باشه تو ماشینم خوابید تا خونه. تو ماشینم خوابید تا خونه. 1 ساعت و نیم با فرودگاه تا خونه.